پایگاه بین المللی که زلزله ها در سراسر سیاره را به صورت آنلاین پیگیری و ثبت می کند خبر داد که شب 16 مای سال 2023 ساعت 9:44 دقیقه به وقت محلی در شرق تاجیکستان یک زمین‌لرزه شدتش طبق جدول ریختر 4.1 بال رخ داده است. به اطلاع این پایگاه مرکز آفت طبیعی در عمق 119 کیلومتر رخ داده است. در 99 کیلومتری غرب شهرک مرغاب مرکز نویه امین نویه ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده بود. درباره کدام تلفات و خسارات بر اثر این زمین لرزه تا این ساعت گزارش به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال 2023 که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نویه کوهستان مشچو بود، در مجموع 368 خانه از جمله در نویه کوهستان مشچو 318 خانه، در نویه رشت 32 خانه و در نویه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند. اخیراً اتحاد اروپا شمار عمومی ساکنان ضرر دیده از این زمین لرزه ماه مارس در تاجیکستان را بیش از 2200 نفر برآورد کرد.